سلام، به پلتفرم آموزشی بونا خوش اومدید. تو این ویدیو قصد داریم شما رو با الزامات کارکنان در استاندارد ایزو آی 17025 ورژن 2017 آشنا کنیم. الزامات استاندارد 17025 شامل 8 تا بند میشه که بند 1 تا 3 اجرایی نیستن و از بندهای 4 تا 8 الزامات اجرایی آزمایشگاه است. بند 4 شامل الزامات عمومی، 5 ساختاری، 6 منابع، 7 فرآیندی و در نهایت بند 8 الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه است. بند 6 الزامات ایزو 17025 همونطور که اشاره کردیم الزامات منابع است و خود شامل 6 تا زیربند میشه. بند 6.1 در کلیات در خصوص الزامات منابع است و اجرایی نیست، ولی از بند 6.2 تا 6.6 بندهای اجرایی الزامات منابع است که باید تو آزمایشگاه‌ها پیاده سازی بشن. بند 6.2 در خصوص کارکنان تو آزمایشگاه است. بند 6.3 در خصوص تسهیلات و شرایط محیطی آزمایشگاهیه. بند 6.4 در خصوص تجهیزات در آزمایشگاه است. بند 6.5 در خصوص قابلیت رد و بی‌اندازه شناختی و در نهایت بند 6.6 میشه محصولات و خدمات فراهم شده بیرون از سازمان. و اما منظور از الزامات کارکنان تو آزمایشگاه چیه؟ کارکنان یکی از موضوعات بسیار مهم آزمایشگاه است و استاندارد 17025 یکی از بنداش اختصاص داده به کارکنان توی آزمایشگاه. یعنی کارکنانی که تو آزمایشگاه استخدام میشن و به کارگیری میشن حتما بایستی شایستگی لازم رو داشته باشن. حالا شایستگی شامل مواردی میشه که تو این ویدیو آموزش بهش میپردازیم. این شایستگی باید الزاماتش از قبل معلوم باشه و استخدام بر اساس اونها انجام بشه. بعد از استخدام هم آموزش‌های لازم باید به پرسنل داده بشه و نظارت روی انجام فعالیت‌هاشون و کاراشون وجود داشته باشه. در نهایت شایستگی کارکنان به صورت دوره‌ای هم باید پایش بشه تا نقص و ایرادی اگه وجود داشته باشه برطرف بشه. در بند اول الزامات کارکنان از آزمایشگاه خواسته تمام پرسنلی که برای آزمایشگاه کار میکنن، چه از داخل سازمان باشن چه از خارج سازمان، اول از همه باید بی‌طرفانه عمل کنن و تعهد بدن که بی‌طرفی رو تو آزمایشگاه رعایت میکنن. ضمناً کارکنان آزمایشگاه حتما بایستی شایستگی داشته باشن و مطابق تمام روش اجرایی ها و دستورالعمل هایی که توی آزمایشگاه تدوین شده فعالیت‌هاشون رو انجام بدن. در بند 6.2 استاندارد 17025 آزمایشگاه رو ملزم به این کرده که برای پرسنلی که روی نتایج فعالیت‌های آزمایشگاهی تأثیری میذارن حتما بایستی الزامات شایستگی مشخص بشه. بنابراین بعد از تعیین چارت سازمانی و مشخص شدن پست‌های مختلف توی آزمایشگاه باید برای اون پست‌ها شرایط آزمایشگاه رو مشخص و مدون کنه. الزاماتی که باید برای شایستگی پرسنل مشخص بشه شامل 6 تا مورده. اولین موردش تحصیلات پرسنله که در واقع نشون دهنده تحصیلات دانشگاهی و مدرک تحصیلی که اون پرسنل از دانشگاه اخذ میکنه. مورد بعدی شرایط احرازه که در واقع نشون دهنده مراحل چندگانه استخدامی توی شرکته و تاییدیه‌ای که از اون شرکت اخذ میکنن و یا دوره‌های کارآموزی که تو اون شرکت میگذرونن. مورد بعدی مربوط میشه به آموزش که در واقع نشون دهنده دوره‌های گذرانده شده توسط اون افراد در مراکز معتبر آموزشی و گواهینامه اخذ شده است. مورد بعدی دانش فنیه که در واقع دانش فنی اون دانشی که اون شخص از طریق تجربه، تحقیق، مطالعه، پژوهش به دست میاره و به اون شخص تو حل مسئله و تصمیم گیری کمک میکنه. مورد بعدی مهارته که در واقع نشون دهنده توانایی و قابلیت اون شخص در انجام کارهایی که به اون سپرده میشه. و آیتم آخر تجربه است که در واقع نشون دهنده سابقه انجام اون کار یا تخصص مورد نظر توسط اون شخصه.
یعنی شخص مورد نظر در اون زمینه خاص به چه میزان تجربه و یا از قبل کار کرده. در بند بعدی آزمایشگاه رو ملزم به این کرده که باید اطمینان حاصل پیدا کنه که کارکنانش دارای شایستگی لازم برای انجام فعالیت‌ها هستن و شایستگی ارزشیابی اهمیت انحرافات رو دارن. بنابراین بعد از اینکه الزامات شایستگی مشخص شد باید پرسنل مطابق اون الزامات شایستگی ارزیابی بشن و مشخص بشه اون پرسنل اون صلاحیت لازم رو دارن یا خیر و میتونن فعالیت‌های آزمایشگاهی رو انجام بدن و انحرافات رو شناسایی کنن و انحرافات رو ارزیابی کنن یا نه. و اما در بند 6.4 از مدیریت آزمایشگاه خواسته شده که باید وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات رو به کارکنان ابلاغ کنه. بنابراین بعد از اینکه الزامات شایستگی پرسنل محرز شد و مسئولیت‌ها و وظایف بهشون محول شد، حتما این کار باید در قالب یک حکم یا ابلاغ شناسنامه شغلی حتما باید به اطلاع اون پرسنل رسونده بشه. مطابق بند 5.6 آزمایشگاه باید برای موارد زیر حتما یه روش اجرایی داشته باشن و ثوابتشون رو حفظ و نگهداری کنن. بنابراین آزمایشگاه باید یه روش اجرایی رو تدوین کنه که موارد زیر، مواردی که میبینید توش بهش اشاره شده باشه. اولین مورد تعیین الزامات شایستگیه. آزمایشگاه باید مشخص کنه که شایستگی مرتبط با هر کدوم از پست‌های سازمانی که تو چارت سازمانی تعیین شده به چه شکلی مشخص میشه، به چه شکلی تدوین میشه و به چه شکلی سوابقش نگهداری میشه. بعد از اینکه الزامات شایستگی رو مشخص کرد تو بند ب باید بره سراغ انتخاب کارکنان. اگه پرسنلی تو آزمایشگاه وجود داشته باشه برای این پست مورد نظر به چه شکلی انتخاب کنه اونها رو و گزینششون کنه و اگه وجود نداشته باشه به چه شکلی استخدام کنه از خارج از سازمان و اینکه نحوه گزینش و انتخاب افراد با توجه به اون الزامات شایستگی به چه شکلیه رو مدون کنه. بعد از اینکه انتخاب کرد کارکنان برای پست های مختلفش باید بره سراغ آموزش کارکنان. آموزش کارکنان هم خودش شامل شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز، برنامه ریزی کردن برای اونها که به چه نحوی انجام بشن، داخل سازمان برگزار بشه یا خارج از سازمان برگزار بشه و بعد از برگزاری اونها بررسی اثر بخشی اونها باید توی بند پ و آموزش کارکنان شرح داده بشه. مورد بعدی نظارت بر کارکنانه که در واقع باید مدیران آزمایشگاه یک روندی و دستورالعملی برای نحوه نظارت بر کارکنان داشته باشند که تو فعالیت‌های مختلف به چه شکلی روی فعالیت‌های پرسنل نظارت انجام بشه. آیتم بعدی اختیاردهی به کارکنانه که در واقع آزمایشگاه باید وظایف و حدود اختیار اونها رو برای پرسنل مختلف شفاف و روشن تدوین و مدون کنه. آیتم بعدی و آخرمون پایش شایستگی کارکنانه. بعد از اینکه انتخاب شدن اون کارکنان برای پست مورد نظر به صورت دوره‌ای هم باید شایستگی اونها پایش بشه تا مبادا شایستگیشون در طول سالها مهارتشون، دانش فنیشون کمتر و کمتر بشه. در بند ششم و بند آخر از الزامات کارکنان آزمایشگاه رو ملزم به این کرده که برای انجام فعالیت‌های مشخص آزمایشگاهی فرد یا افرادی رو مشخص کنه و فعالیت‌های زیر رو به اونها بسپاره. این فعالیت‌ها شامل تدوین، اصلاح، تصدیق و سرگذاری روش‌های آزمون، تجزیه تحلیل نتایج، شامل بیانیه‌های انطباع و اظهار نظر و تفسیرها در مورد آزمون و در نهایت گزارش بازنگری و صدور مجوز برای نتایج آزمون. در ورژن قبلی این موارد محول میشد به مدیر فنی. در حال حاضر هم اکثر آزمایشگاه‌ها مواردی که اشاره شده را به مدیر فنی آزمایشگاه محول میکنن. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگه علاقه‌مند هستید تا با نحوه پیاده سازی این بند از استاندارد بیشتر آشنا بشید،
در سامانه آموزشی برنا ثبت نام کنید تا از راهنمای پیاده‌سازی و سایر مستندات و محتوای آموزشی استفاده کنید و بتونید با استفاده از امکانات آموزشی که برای شما فراهم شده مهارت و توانایی خودتون رو ارتقا بدید. سایر ویدیوهای آموزشی مرتبط با این موضوع در وبسایت ما به نشانی www.bornacg.com قرار داده شده. شما میتونید از طریق واتساپ، ایمیل و سایر شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید. بی‌صبرانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. با ما باشید، برنا باشید.